همراهان عزیز، درود بر شما. راستشو بخواین یه چیزی توی طنز هست که از هر دادگاه و بیانیه‌ای تیزتر و برنده تره، مخصوصاً اگه پای یه نابغه‌ای مثل عزیز نسین وسط باشه. یه ترکیه‌ای که انگار مأموریتش توی این دنیا این بود که زخم‌های اجتماعی رو با چاقوی طنز جراحی کنه. نسین یه داستان نویس معمولی نبود، یه طنز پرداز اجتماعی بود با یه چشم مسلح که ریزترین ریاها و پوچی‌های روزگار رو میدید و بعد با یه زبان شیرین و گزنده مثل یه آینه میگرفت جلوی روت و میگفت داداش این تویی، به این روزگارت بخند. اون اونقدر توی این کار استاد بود که نوشته‌هاش به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شدن و بارها و بارها به خاطر عقاید و قلمش افتاد زندان. یعنی انقدر حرفش محکم بود که نمیتونستن نادیدش بگیرن. حالا داستان صحبت انتخابات که میخوایم با هم بشنویم به نظرم یکی از درخشانترین نمونه های هنر نسینه. نسین توی این داستان میاد یه موقعیت به شدت آشنا و روزمره رو برمیداره، یعنی انتخابات، و با یه ذره‌بین غول پیکر میره تو دل یه خونه و یه خونواده. این داستان پر از بزرگ نمایی های بامزه است، پر از موقعیت های کاریکاتوری، ولی خندش تلخه، چون ته تهش داری به یه حقیقت گزنده میخندی. سبکشو میتونیم طنز سیاه اجتماعی بدونیم، یه جور کمدی موقعیت که ریشه در فلاکت و بیچارگی داره. به نظر من نسین چند تا هدف رو یه جا نشونه گرفته. اول از همه میخواد ماهیت پوچ و تبلیغاتی دموکراسی های ویترینی رو به سخره بگیره. نشون بده که چطور وعده های توخالی و عوام فریبانه پایه های یه انتخابات رو میسازن. دوم، نقد تبعیض جنسیتی و اون فمینیسم سطحی و اشتباهیه که به جای برابری به دنبال انتقام و جابجایی نقش هاست. و سوم که از همه مهمتره، به همون نشون میده آدم های معمولی و بیچاره چطور اسیر جاه طلبی های احمقانه و فشارهای اجتماعی میشن و هیچ راه فراری ندارن. نسین با این داستان یه مشت محکم میکوبه توی صورت ریاکاری، عوام فریبی و اون موج جنون آمیزی که موقع انتخابات راه میفته و همه چیز رو با خودش میبره. راوی بیچاره ما قربانی این موج وحشتناکه. من محمد نجفیم و اینجا کانال ذهن برتره. به تازه رسیده ها خوش آمد میگم. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنین تا از دستمون در نریم. اگه موافقین بریم ببینیم سر این بابای بیچاره چی اومد. موقعی که صحبت انتخابات به میان میاد، بیچارگی و بدبختی من شروع میشه. میخواد انتخابات مجلس باشه، انتخابات شهرداری باشه یا انتخابات اصناف و اتاق بازرگانی و امثال اینها. انگار فامیل ما راجع به انتخابات حساسیت پیدا کردن. مخصوصا مادر زن بنده که یه جور حسگر مخصوص انتخابات داره. یه چیزی تو مایه های رادار، ولی واسه عذاب دادن داماد بیچاره. مادر زنم بمب اتم رو هم ببینه فتیلش دیرتر روشن میشه تا یه آگهی تبلیغاتی انتخابات رو. به محض اینکه یه چیزی راجع به انتخابات از رادیو میشنوه یا توی تلویزیون میبینه یا تو روزنامه میخونه، دردش تازه میشه. چشماشو محکم میبنده، دهنشو باز میکنه و آتیش بارون شروع میشه. ناسلامتی تو هم دامادی، الهی نیست و نابود بشی تا ما بیشتر از این پیش مردم سرفکنده نباشیم. منم که ذاتاً آدم آرومی هستم، سعی میکنم با سکوتم قضیه رو جمع و جور کنم. میگم سکوت کنم
شاید آتیش خاموش بشه، ولی مگه مادر زنم ولکن معامله است؟ چند روز پیش بازم بلا به خونمون نازل شد. ظاهراً توی روزنامه چشمش به یه آگهی تبلیغاتی افتاده بود. من همین که رسیدم خونه هنوز کفشامو در نیاورده بودم، دست و رو نشسته، لباس عوض نکرده، این خانم برنامه رو با فحش و ناسزا شروع کرد. الهی جز جگر بزنی، تو آبروی ما رو توی فامیل بردی. من بیچاره خشکم زد. نمیدونستم موضوع چیه، جریان از کجا آب میخوره. با ترس و لرز گفتم مادر باز چی شده؟ با لحن گریه و فغان گفت به من نگو مادر، کاش مرده بودم و مادر زن تو نمی شدم. گفتم آخه چرا؟ چطور شده؟ با داد و بیداد گفت تو منو گول زدی، به اسم اینکه وکیل هستی دختر یه دونه منو که مثل گل بود از دستم در آوردی. گفتم مادر جون من که وکیلم. جواب داد وکیل داریم تا وکیل، تو یه وکیل دادگستری به درد نخور و تخم پوکی. وکیل خوب یعنی وکیل ملت، اون خوبه. آدم میتونه پیش سر و همسرش افتخار کنه و بگه دامادم وکیل ملته. اما تو چی؟ نه اسم و رسم داری، نه درآمد حسابی که لااقل آدم دلش به یه چیزی خوش باشه. دادخواست نوشتن و اظهارنامه پر کردن که کار نشد. خدا شوهر مرحومم و بیامرزه که این مستمری رو واسه ما گذاشت، وگرنه تا حالا 100 دفعه به گدایی افتاده بودیم. من از ترس جیک نمی زدم. با خودم می گفتم سکوت کن، شاید قائل تموم بشه. اما نه، آتیش مادر زنم حسابی تند بود. سکوت منم بیشتر جریش کرد. یهو جیغ کشید کور شده، همه دوستات، همه آشناهات شدن وکیل و وزیر. تو حزب خودتون همه سناتور و رئیس و کارچاه کن شدن. توی خاک بر سر حتی شهردار یه شهر کوچیکم نشدی. خواستم یه چیزی بگم، یه دفاعی از خودم بکنم، اما مادر زنم یه چشم قرهی بهم رفت که انگار سائقه بهم خورد. حرفم رو کلاً فراموش کردم. مثل کوه آتشفشان منفجر شد و بالای سرم داد کشید. حالا خلاصه بهت بگم، این دفعه دیگه یا باید کاندیدا بشی یا فاتحه فامیل ما رو بخونی. داماد بی ارزه به درد من نمیخوره. از نون و پنیر خوردن و پیش طلبکارها عرق ریختن خسته شدم. نمیدونستم جوابش رو چی بدم. آخه مگه وکیل ملت شدن اونم واسه آدمی مثل من کار ساده ایه؟ 1000 تا شرط و قید و بند داره که یه دونش تو من پیدا نمیشه. با یه عالمه ترس و لرز گفتم مادر جون این کارا پارتی میخواد، خرج و مخارج داره، آدم باید تبلیغات کنه، زد و بند کنه. مادر زنم اما 2 تا پاشو توی یه کفش کرده بود. حاضر نبود یه درجه هم کوتاه بیاد. گفت من این حرفا سرم نمیشه. این همه برای دخترم زحمت کشیدم، خرج تحصیلش کردم که خوشبخت بشه، نه اینکه بیاد کنج خونه تو بشینه و حسرت همه چی به دلش بمونه. از اولم نباید میدادمش به تو. حالا که کار از کار گذشته، نمیذارم تا آخر عمر بدبخت باشه. اگه تو حاضر نشی این دفعه دخترمو کاندیدا میکنه. این دفعه نوبت من بود که یکم بخندم. با قهقه گفتم مادر جون مگه انتخابات بچه بازیه که هر کی از ننش قهر کنه بیاد کاندید بشه؟ حساب و کتاب هست، حزب هست. دختر تو با کدوم پارتی میخواد کاندیدا بشه؟ مادر زنم دستش رو محکم زد به سینه‌ش و با غرور گفت پس من چیم ها؟ نه بگو ببینم من چی کارم؟ به من بیوه حیدر پستچی میگن. من که مثل تو دست و پاچلفتی و دست به جاروی رفتگرا نیستم. منم فقط سرم و تکون دادم و گفتم مبارکه انشاءالله. خلاصه یه هفته بعد کار کاندیدا شدن خانم من وارد مرحله جدی تری شد. دختر تمام کار و زندگیشو ول کرده بود.
این در و اون در می‌دوید دنبال کارهای انتخابات. زنم جدی به فکر وکیل ملت شدن افتاده بود. دیگه سر کلاس و مدرسه نمیرفت و به بچه‌ها درس نمیداد. میگفت دورانش گذشته، باید وکیل بشم و از این دردسر معلمی و درس دادن به این بچه‌های بی پدر و مادر راحت بشم. هرچی نصیحتش کردم، هرچی از فواید معلمی و ضررهای وکیل شدن براش گفتم، انگار با دیوار حرف میزنم. مادر زنم هم با حرارت زیاد اونو تشویق میکرد. دخترم، تو باید سرمشق زنان این کشور بشی. تو راه فداکاری، وفاداری و خدمت. در رگهای تو خون پاک یه مادر شرافتمند و یه پدر میهن پرست جریان داره. پیش برو، مبارزه کن، موفقیت تو حتمیه. ای حیدر آقا، ای کاش بودی و میدیدی دخترت وکیل ملت شده. زنم برای دلخوشی من میگفت ناراحت نشو بابا، واسه تو هم یه پست خوب درست میکنم. تو شهرداری یا دارایی یه کار نون و آبداری برات میگیرم. چند روز بعد مادر زنم رو دیدم که یه عالمه آگهی دستش گرفته. این آگهی ها شبیه پرسشنامه های استخدامی بود، ولی یه چیز دیگه بود. خطاب به بانوان نوشته بود: خانم های عزیز، از شما چند تا سوال میکنم. اگه حتی به 2 سوال من جواب مثبت دادید، میتونید رأی خودتون رو به مردها بدید. ولی اگه جواب همه سوالا منفی بود، به این جانبه شکران وکیل منش رأی بدید و مطمئن باشید تا آخرین قطره خونم در راه تحقق آرمانهای شما میکوشم. بعد شروع کرده بود به سوال پرسیدن. سوالایی که مو به تن آدم سیخ میکرد. 1. آیا میتونید برای رفع خستگی اعصاب تک و تنها برید کافه و 2-3 گیلاس مشروب بخورید؟ 2. وقتی از دست بچه ها ناراحت میشید، میتونید چند روز برید کنار دریا یا ییلاق تک و تنها خوش بگذرونید؟ 3. در حالی که شوهرتون توی خونه منتظر شماست، میتونید با دوست مردتون برید سینما؟ 4. توی خیابون میتونید یه نفر رو کتک بزنین و شب صحیح و سالم توی کلانتری بخوابین؟ 5. به مردی که ازش خوشتون اومده میتونین متلک بگین؟ 6. میتونین شبها که میاین خونه یه بطری عرق از جیبتون در بیارین و داد بکشین سر شوهرتون: مردی که چرا خوابیدی؟ بلند شو واسم غذا بپز. و بعد به خاطر خوب نپختن کباب یه کشیده محکمم بزنین پس کله شوهرتون. 7. وقتی با یکی دعواتون میشه میتونین فحش شوهر و بچه بهش بدین؟ خلاصه 20 تا سوال این شکلی از خانم ها کرده بود. معنیش این بود که در حال حاضر مردها همه این کارا رو میکنن. آخر آگهی هم با خط درشت نوشته بود: خانم های محترم، اگر میخواید از جور و ستم مردها خلاص بشین، به این جانب رأی بدین. طبق قانون اساسی که حقوق زن و مرد رو یکسان میدونه، به تمام این بی‌عدالتی ها خاتمه خواهند داد. وقتی آگهی رو خوندم، مادر زنم با یه غرور عجیبی پرسید: چطوره؟ گفتم خیلی خیلی خوبه. بعد یه لبخند مرموزی زد و گفت: ببین آقا داماد، حالا که زحمت وکیل شدن رو گذاشتیم گردن دخترم، یه مقدار از کارا رو هم تو باید انجام بدی. با یه عالمه یأس و ناامیدی گفتم: با کمال میل، بفرمایید کارم چیه؟ گفت: گوشاتو خوب وا کن، بعد از این توی خونه جلسه داری. کسایی که میخوان به دخترم رأی بدن میان اینجا. اونا باید مطمئن بشن که ما برنامه‌مون رو عملی میکنیم. واسه همین تمام چیزایی که توی آگهی نوشته شده باید روی تو آزمایش بشه. مثلا دخترم تو رو جلوی کسایی که میخوان بهش رأی بدن کتک میزنه و تو نباید اصلا صدات در بیاد. یا اگه موکلین دخترم خواستن عرق بخورن، تو باید بدون معطلی واسه شون سفره پهن کنی. یا فرضاً اگه دخترم خواست با چند تا مرد بره سینما،
تو نباید یه ذره هم بهت بر بخوره. دیدم چه آشی برام پختن، اما جرأت نداشتم حرفی بزنم. از یه طرفم هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود که اعتراض کنم. گفتم بذار ببینم چی میشه. به پیشبینی مادر زنم درست از آب در اومد. 2-3 روز بعد از انتشار آگهی، منزل محقر ما مثل باجه پسنداز بانک ها شلوغ شد. زنها چنان سر و صدای توی خونه ما راه انداخته بودند که گوش همسایه ها کر می شد. همه با هم حرف می زدن. داد می کشیدن و هر کی یه چیزی می گفت. همه می خواستن عقیده شونو به بقیه تحمیل کنه. توی این شلوغی مادر زنم فریاد می کشید: پسر مگه کری؟ زود باش 2 تا قهوه بیار. زنم هم سرم داد می زد: احمق، قهوه چرا کم شکره؟ از این بدتر طرفداران خانم شبها هر کدوم 2-3 تا بطری عرق می آوردن خونه ما و من بدبخت مجبور بودم براشون کباب و مزه حاضر کنم. مادر زنم یه استکان که می خورد دستوراتش پر آب و تابتر می شد. پسر، کباب چی شد؟ چرا سیب زمینی رو خوب سرخ نکردی؟ دستت بشکنه با این سالادی که درست کردی. و تازه وقتی خوب مست می شدن به نمایندگی از طرف تمام مردهای عالم یک کتک مفصلی به من می زدن و سوار ماشینا می شدن و می رفتن گردش و سینما. ساعت 2-3 نصف شب که برمی گشتن، وای به حال من اگه روی کاناپه خوابم برده بود. به خاطر فعالیت انتخاباتی و شب نشینی روزها نمیتونم برم سر کار. مشتریام دارن پخش و پلا میشن. از طرفی خرج تبلیغات و سور و سات موکلینم کلی قرض گذاشته روی دستم. میترسم این یه وجب خونه هم خرج انتخابات زنم بشه و فردا مجبور شیم پلاس و وسایلمونو از این خونه به اون خونه بکشیم. اما توی این وضعیت اسفبار فقط به یه چیز دلخوشم. فقط یه چیز. لااقل از زخم زبون مادر زنم راحت میشم و بعد از این منم که سرکوفت انتخاب نشدن دخترشو بهش میزنم. خدایا، خداوندا، خودت یه کاری کن. کاری کن این انتخابات هرچه زودتر شروع بشه. اونایی که قرار وکیل بشن به مرادشون برسن تا ما بیچاره های معمولی هم خیالمون راحت بشه و بی خودی متضرر نشیم. خب یاران شیرین زبونم، ممنون که تا نقطه پایان این قصه قدم به قدم با من اومدیم. چه خوشحالم اگه لحظه ای تونسته باشم لبتون رو به خنده باز کنم. تا قصه بعد به آغوش گرم خدا می سپارمتون.